پرده قاسم سراینده شناخته تاجیک از عالم درگذشت. جایشان بهشت بود. دختر تاجیک را آمد باریک را، دخترک تاجیک را آمد باریک را. پرده قاسم سراینده شناخته تاجیک در سن 76 سالگی از عالم درگذشت. نامبرده 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسه تولد شده است. حالا کالج فرهنگ ناحیه رودکی را سال 1965 به اتمام رسانیده. بیش از 30 سال سراینده و راهبری بدیعی انسامبل ترانه و رقصی شادی ناحیه 5 بود. از سال 1998 آوازخوان دسته رقصی لاله بود. با اردن نشان فخری و عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سرفراز شده بود. به قول نزدیکانش پرده قاسم ماه‌های زیاد در بیمارخانه از بیماری اذیت می‌کشید و ظهر امروز با شدید گرفتن بیماریش این عالم را پدرود گفت. به خویش و اقربا، همکسبان، یار و دوستانش صبر جمیل خواهانه. رواقی منظری چشم من، رواقی منظری چشم من، آشیانه ای توست. هی کرم نما او فرود کرم نما او فرود کی خانه ای تو. بلطفی خالقت بلطفی خالقت از عارفان ربودیل. لطیفه های عجب زیر دام و دانه ای توست. هی در نمازم خمی ابرو، تو باید آمد یا ربی. حالتی را کی محراب فریاد آمد یا مولا.